سلام. یه رفیقی داشتم به درد بخور مشتی، خدا رحمتش کنه، شاید بالای 100 نفر را ترک داد، فقط نجات داد زندگی هاشونا. یه مغازه‌ای داشت، پشت مغازه‌ش یه پستو بود، همه میرفتن مینشستن اونجا، هر چیزی میخواستن میخوردن، میگرفتن میبردن، بنده خدا هیچی نمیگفت. یه روزی مغازه‌ش جمع کرده بود، یه جای نشسته بودم، دیدم یه 4-5 نفر آدم نشستن از پشتش دارن بد میگن. یه 10 دقیقه بعدشی بنده خدا اومد اونجا یه قهوه بخوره. گفتم دایی از پشتت اینا بد میگفتن. از 3 نفرشون طلبکار بود. گفت رد کنیم بیا. شبش دیدمش، گفتم دایی این چه روزگاریه، اینقدر خوبی کردی، اینجا داشتن بدتا میگفتن. یه شعر قشنگی گفت دایی تنگ چشمان نظر به میوه کنن، ما تماشاکنان بستانیم، ما اون ته کارا میبینیم.